هلو گایس، حالتون چطوره؟ امروز اومدیم با ترکیب ماب های ماینکرافت. امروز قراره 10 تا ترکیب ماب ماینکرافت داشته باشیم. خب اولین ترکیب عنکبوت و اسب. خب میایم میزنیم، اسب رو اول انتخاب میکنیم، عنکبوت هم انتخاب میکنیم و میزنیم. چقدر باحال در اومد و میشه سوارش هم شد. چقدر هم سریع میره. خب دومین ترکیبم ترکیب خوک و اسب است. خب میایم خوک رو پیدا میکنیم از این قسمت و اسبم میزنیم و الان میایم میزنیم ببینیم چی در میاد. چقدر باحال در اومد. میشه سوارش شد. آره میشه سوارش شد. سومین ترکیبم ترکیب گاو و اسب است. خب میایم گاو و اسب رو با هم میزنیم. چجوری چقدر باحال در اومده. میشه سوارش شد. چهارمین ترکیبم ترکیب گاو و خوک هسته. میایم گاو و خوک رو ترکیب میکنیم و حالا میزنیم. چقدر باحال در اومد. پاهاش و دماغش از خوکه و بدنش از گاو. و پنجمین ترکیبم ترکیب زامبی و گاو هستش. خب میایم گاو و زامبی رو ترکیب میکنیم و میزنیم. چقدر باحال در اومد. سرش واسه گاوه و داره میخواد ما رو بزنه. حالا اومدیم سراغ ششمین ترکیب گاو با عنکبوت هستش. خب میایم گاو با عنکبوت ترکیب میکنیم ببینیم چی در میاد. چقدر باحال در اومد و حالا میزنیمش. حالا میایم سراغ هفتمین ترکیب مرغ و اسکلتون هستش. مرغ و اسکلتون رو میزنیم. حالا میایم مرغ و اسکلتون رو میزنیم. چقدر باحال در اومد. حالا میایم سراغ هشتمین ترکیب مرغ و عنکبوت هستش. میایم مرغ و عنکبوت رو با هم ترکیب کنیم ببینیم این چی در میاد. خیلی خفن در اومد. حالا میایم سراغ نهمین ترکیب عنکبوت و زامبی هستش و قرار این دوتا رو با هم ترکیب کنیم. خب میایم زامبی و عنکبوت رو با هم ترکیب میکنیم. چقدر باحال در اومد. و اومدیم به آخرین که ترکیب مرغ و گاو هستش. خب میایم گاو رو انتخاب میکنیم با مرغ ببینیم چی در میاد. چقدر کوچیک در اومد. ممنون میشم ویدیومو لایک کنین، کامنت بذارین، ساب کنین تا ازم حمایت شه تا از اینجور ویدیوها براتون خیلی بذارم. تا یه ویدیوی بعد، خدا نگهدارتون.